چطور آیزک نیوتن تمام داراییش رو با ترید کردن از دست داد؟ نیوتن با بهره هوشی 200 با اختلاف نابغه ترین دانشمند تاریخه، اما وقتی کار به ترید و سرمایه گذاری میرسه حتی انسانهای باهوش در امان نیستن، یا بهتره بگم به خصوص انسانهای باهوش که بلد نیستن احساساتشون رو کنترل کنن. سال 1720 میلادی یک شرکت تجاری وجود داشت به اسم دریای جنوبی که سهامش در بازار معامله میشد و در برهه‌ای از تاریخ حق اختصاصی معامله و استعمار آمریکای جنوبی رو دریافت میکنه و پشتوانش هم پادشاهی انگلستان بود. به این چارت نگاه کنید و به من بگید که فکر میکنید نیوتن کجای این چارت سرمایه گذاری کرده. نیوتن چون از اعضای کالج سلطنتی بود زودتر از بقیه از این داستان با خبر میشه. اندکی پول میذاره اینجا چارت وارد میشه، تعدادی سهام میخره، اندکی سود میکنه و اینجا چارت که یک مقدار میریزه سهامش رو میفروشه و بعد از اون میبینه که هر روز سهام بالا و بالاتر میره و تمام دوستانش در این نقطه چارت ثروتمند شدن. دچار فومو میشه و اینجا تقریبا میاد تمام دارایی و زندگیش رو میفروشه و وارد معامله میشه و بعد از دقیقاً 2 ماه سهام آخرین قله قیمتیش رو تاچ میکنه و بلافاصله 90 خورده درصد میریزه و در نهایت در این 3 نقطه نیوتن سهامش رو میفروشه و از معامله خارج میشه. با معادل پولی امروز نیوتن نزدیک به 50 میلیون دلار از دست داد. این داستان درسای ارزشمند زیادی داره. اولین درس اینه که در دایره قدرت خودتون باقی بمونید. همونطور که جف بزوس نمیاد در مسابقه 2 سرعت شرکت نمیکنه و وارن بافت نمیاد آزمایش‌های علمی انجام نمیده، کسی هم که دانشمند نباید وارد قلمرو قدرت دیگران بشه. در همین حیطه کاری خودش باید راهی برای پولسازی پیدا کنه. درس آخر اینه که هیچ تضمینی برای رشد ابدی نیست. نیوتن و بسیاری از افراد اون زمان ورشکست شدن چون فکر میکردن که این سهام تا به ابد با همین سرعت بالا خواهد رفت. چون میگفتن این شرکت حمایت پادشاهی انگلستان رو داره که محال اجازه بده که بریزه. اما اتفاقا چیزی که نمیدونستن این بود که خود پادشاهی به خاطر جنگ با اسپانیا با پول امروز چند میلیارد دلار بدهکار بود. سهام این شرکت رو باد کرد، از مردم نوسانگیری کرد که بتونه بدهی‌های خودش رو پرداخت کنه. میگه پیدا کنید پرتقال فروش را. پرتقال فروش در این داستان خود پادشاهی انگلستان بود.